ریاست شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان روز 6 می آغاز هفته دیگر را آغاز ماه شریف رمضان تعیین کرد. این تصمیم در یک جایگی با پژوهشگاه نجوم شناسی تاجیکستان گرفته شد و ریاست شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان در جلسه روز 1 می یعنی دیروز این جلسه برگزار شد و از حساب شرعی نصاب زکات را 20,000 سامانی مقرر نمود و 500 سامانی زکات یعنی داده می شود. بر ضمن این نهادی صادر کننده فتوا در تاجیکستان صدقه فطر به حساب گندم را 5 سامانی و به حساب مویز 48 سامانی معین کرده است. شورای علمای همچنین در نسبت آنهایی که عذر شرعی دارند یعنی بر اثر سالخوردگی یا که از نگاه بیماری و این چیزها می توانند که فدیه به اندازه 300 سامانی پرداخت کنند. از حال حاضر در تاجیکستان یعنی که آمادگی به ماه شریف رمضان شروع شده و یک فضای نیز به مشاهده می رسد. از جمله از حالا شورای علمای تاجیکستان جدول روزی یعنی که گذراندن ماه شریف رمضان را مشخص کرد و از حالا در مسجدها به فروش گذاشته شده است. همچنین این را هم باید بگویم که برخی از مسلمان ها در تاجیکستان الکی دهان خود را به اصطلاح بستند و آمادگی خود را از پیش برای گرفتن ماه شریف رمضان شروع کردند.